به یه ویدیو دیگه من فارمیکس هستم. اومدیم با یک ویدیو جدید به همراه آموزش و طبق معمول از 47 تا دمتون گرم رسیدیم به 55 تا و باقی مونده‌اش هم حداقل بذاریم. اوکی، خب توی این ویدیو قرار آموزش بدیم چطور میتونیم اون عکس‌ها رو درست کنیم و تک تک آموزش ها رو الان میذارم و بریم سراغ ویدیو. Let's go. اول تو این ویدیو اولین کار که میکنیم میرین داخل مارکت، حالا بازار یا حالا گوگل پلی، جایی نیست، حالا برای ایرانی ها بهترین جا مارکت، و بنویسید خدمت شما فوتو کرافتر بنویسین. وقتی که می‌نویسین یه ذره بگذارین، حالا اگر بعضی ممکن مثلا مال من الان پیدا نشه، بهترین کار اینه که بیاین بیرون برین اینجا از توی گوگل بنویسین، چون الان برای من نمیدونم چون نیوا، وگرنه خودم از همینجا دانلود کردم. اینا الان دیدین، یعنی اسمش فوتو کرافتر هست، یعنی اینجا اینجوری زده. اینو می‌نویسین و وارد اپلیکیشن میشین، اینو نصبش میکنین، 96 مگا، الان ما دانلودش میکنیم. و یه توضیح نکاتی که بدم، این اپلیکیشن برای اونایی که بالای 15 اندروید 15 هستن مثلا چیز میشه، نمیذاره دسترسی فولدر نمیده که بری توی ماینکرافت بخوای سیوش کنی. و اگه من اندرویدتونم چنده که خدمتتون میدونه دیگه، خیلی کم بیش من کسی ندونه، گوشی های شیامی about phone یا درباره گوشی توی دیتیل میزنه، بخش دیتیل اینجا اندروید 15 ورژن اندروید، الان روش هم حتی چند بار بزنم اینو میاره اندروید 15 رو. حالا ما میایم بیرون، این زیاد چیز آنچنانی نیست، میایم بیرون میبینیم این دانلود شد. خب برنامه مورد نیازتون یه دونه زد آرشیو پرو هم باشه، بهتره برای گوشی اندروید بالاتر پرو میاره. این دوتا اپلیکیشن فوتو کرافتر رو باز میکنه و 3 تا گزینه داره، یکی لود فرام گالری که از گالریتون بردارین، یکی تیک پیکچر یعنی عکس بگیرین، روی لود فرام گالری میزنین، حالا عکس مورد نظرتون رو میارین. من یه دونه عکس همجوری شانسی مثلا این همجوری از صفحه گوشیم گرفتم، وقتی میزنین روی این براتون بلاک درست میکنه و اینجوری میشه. بزنین لازم ایمپورت فرام ماینکرافت. خب توی این قسمت باید دسترسیتون رو به فولدر بدین، رو اوکی میزنین. چون ما اندروید 15 ایم علنا نمیتونیم بریم بخش اندروید، چون میبینی الان بخش دیتا اصلا برای من نیست. خب چیکار میکنیم؟ خود اپلیکیشن یه قابلیتی داره که میگه copy the world from file manager، یعنی از قسمت فایل منیجر چیز کن. اینجا حتی بهتون آموزشش هم میده، ولی بهترین کارتون اینه قبل از این کار میرین داخل ماینکرافت. یه لحظه من این ریکوردر رو درست کنم. درست کردم، این زاویه درستش کردم. برمیدارین اینجا وارد ماینکرافت میشین، میرین تو بخش پلی بخش کریتیو نیو ورلد، یه دونه ورلد جدید باز میکنه. عملا بهتر فلت باشه، چون فلت صاف راحت‌تر رو چیز میفته. حالا اینجا هم دست به هیچی نمیذاریم، همونو میذاریم و وارد مپ میشین. حالا هر تنظیماتی، مودی، ریسورس و هر چی میخواین میتونین اضافه کنین. ورد و بالا میارین. وقتی ورد و بالا آوردین دست به هیچی نمیزنیم و میایم بیرون سیو اند کویت میکنیم که هم بازه سیو شه رو فولدر هم بیرون بیاد. وقتی که سیو شد دیگه اینجا کاری با ماینکرافت نداریم و میاین بیرون
این لحظه با اجازه میایم بیرون از ماینکرافت و ماینکرافت هم میبریم. اینجا زدارشیو پرو دست به حمله میشه برای اندروید بالاتر از یه حدی، مثلا فولدرانی اندروید بالاتر 13 یا 14. روی زدارشیو پرو بالا میارین، پروشو میتونید مشترکش از تو اینترنت سرچ کنین، فارستروید و بقیه سایت ها میاره. میرین اینجا و توی بخش اندروید دیتا و دنبال ماینکرافت یعنی com.mojang.minecraft یه همچین اسمی هم داره، میتونی همچین کاری رو بکنین. یه لحظه بذارید من فولدر رو پیدا کنم از فولدر ماینکرافت، برای این چون ممکنه بعد هم از این روش استفاده کنین یا حالا هر روشی، مثلا میخواین مودی از جای دیگه بریزین، بهترین کاری که روی این نگه اد تو فیورت کنین و اوکی بزنین. وقتی میایم بیرون مثلا اینجا این شما روی این زیر صفر که اینجا زدن تپشو بهتون نشون میده، رو اینجا میزنین و اینجا بهتون ماینکرافت رو نشون میده. چون من از قبلا داشتم اینجا برای من زده و من اینو میتونی حتی پاکشم بکنیم برای خودتون، ولی ما دست به چی نمیزنیم. الان برای من چون دوتا بود میرین توی ماینکرافت فایل گیم mojang.com و روی چیز میزنیم ماینکرافت ولز میزنیم. الان براتون سختی این همه ولد رو من از کجا بیارم، من چجوری از کجا بیارم. رو این علامتی که شکل سه خطه روی این میزنین، روی بخش سورت روی دیت میارین، روی روز میارین، اینجوری به حسب تایمی که شما ولد رو نصب کردین از قدیمی ترین تا به جدید ترین میاره، میکشین صفحه آخر و این آخرین فولدر همون آخرین وردی که شما درست کردینه. وقتی رو میزنین میبینی که اینا ولدتون اینجاست، یعنی عکس همون چیزش هم هست. بهترین کاری که میکنین روش میزنین، روی کپی هم کلیک میکنین، میاین بخش دیتا استوریج و بخش من چون رو دیتا زمینی دوباره A to Z میزنم که این اندروید رو پیدا کنم، فایل اندروید رو پیدا میکنم و میریم بخش دیتا و دنبال اسم همون فایل میگردین که هم عکسش هم فوتوگرافر یا همچین چیز. اینا دیدین این الکتریک فایل فوتوگرافر یا همچین اسمی داره، میتونی من الان اسمش هم این پایین میزنم، میزنین روش و بخش فایل تمپ ولد داره، یه چیز به اسم تمپ ولد، یعنی ولدتو مثلا میزنی توش تزریق میکنی، میزنی روش و این ولد همینجا پیستش میکنی و میاین بیرون. کارتون دیگه با زدارشیو پرو هم تموم شد الان و میاین توی فوتوگرافر. اینجا دیگه لود فرام گالری میزنین، عکستون هر چی میخواین میتونین بزن. الان من مثلا یه چی رو پیدا کنم، همین چیز رو برمیداریم، نقشه ایران با اقامش ها روش میزن. قبل از اینکه چیز کنم اینجا یه تنظیمات داره، رنگا تک تک چیزها رو بهتون میگه، یعنی میگه مثلا کدوم بلاکا باشن کدوم بلاکا نباشن، کدوم ها مثلا چیز باشه. اینجا حتی میتونید تنظیم کنین که ماینکرافتتون اون عکس رو چند در چند بلاکش درست کنه. بیشترین حدش تا 9000 در 900 چون بیشتر از اون اصلا با اپلیکیشن هنگ میکنه نمیتونه بلاکا رو بزنه، ولی به صرفه ترینشون همون 150 در 150 یا یه ذره با کیفیتش 1000 در 1000. روی این میزنین که براتون رو همین پلی این گوشی میزنین که بلاک سازی کنه و به صورت بلاکی درستش کنه. روی بعضا من دستم خود رفت همون اول بسم الله یه چیزی میاد، یعنی بهتون نشه اگه مثلا گم کردین روی این طرف فایل این گوشه میزنین، این گوشه روی این میزنین و ایمپورت تو ماینکرافت استدینگ میزنین و میبینین که چون اون فایل ما آوردیم این فایل ما اینجا قابل مشخصه، این ورد ما اینجا قابل مشخصه، میزنین روش و اینجا میتونین تنظیم کنین که این ولدتون یا این نقشتون کجا باشه خیر سر. مثلا من یه ذره میتونین اینجوری مثلا میخواین تکونش بدین روش نگه میدارین، میاین عقب میرین چپ میرین راست، حتی میتونین جابجاش هم بکنین، حتی میتونین یه ذره لول خودش هم بیارین پایین‌تر. و کارتون تموم شد با مپ، این گوشه هم بهتون یاد میده، حتی روی زبده رو میتونین بزنین و روی تیکش میزنیم ماینکرافت شانگش لود میشه و براتون میخواد فایل رو ایمپورت کنه، در از فایل رو میخواد واریز کنه یا بریزه داخل ماینکرافت
چون نمیتونه همون لحظه ماینکرافت رو مثلا جابجا کنه کاری کنه. کار همون ماینکرافت چجوری ولد رو میخوای بیاری داخل اونجوری عمل میکنه. بعدش اینه که به مرور زمان اگه زیاد این کار انجام بدین ولدتون انقدر زیاد میشه توی ماینکرافت، حتی ممکن به خاطر افزایش حجم حافظه گوشیتون پرشه. عملا بهتر داخل ماینکرافت اون ولدهای قدیمیتون رو پاک کنین، ولدهای جدید رو بذارین و همین. حتی توی ماینکرافت اگه میخواین هی بعضا چون ایمپورت میشه هی باید مودا رو بیاری دیگه، مود اگه ریخته باشه یا ریسورس هی باید بریزی. بهترین کاری که قبل از اینکه ورد ایمپورت کنی برداری ماینکرافت مودا رو بریزی، بعد برداری کارهای اون فایل ها رو انجام بدین. اونجوری میتونه همیشه اون فایل یا اون مود روش سیو میمونه. حالا اینجا میبینید یه فایل جدید اومده به جز این فایل قدیمی، روینه میزنین، جدیده میزنین و وارد ماینکرافت میشین. خب بفرمایید این عکسی که درست کردیم اینجا، من حالا یکم زاویه‌اش بده میتونین درستش کنین. انا اینجا میخواین کامل عکستون رو ببینیم، برین توی ستینگ و چانک رو ببریم بالا، چون عکس زیاده بزرگه و این چانک کشش نره. و این چون میتونین که چانکتون رو ببریم بالا، اگه گوشیتون تا اینجا کشش داره چانک رو ببریم بالا و میدیم بالا و بفرمایید عکس ما آماده شد. عکس ایران عزیز ما. الان من برعکس باشم، بعد اون برم این پشت عکسه، برگردیم اون سمت. این حالا با این ابعاد عکس درست کرد، با هر ابعادی که دلتون میخواد عکس رو درست میکنه. این از این و اسم ایران که اون گوشه نوشته، این از اینه و میبینید که عکس رو درست کرده. خب دوستان خیلی ممنون تا اینجا ویدیو به همراه بودیم. ممنون میشم برای حمایت حتما لایک و ساب و کامنت بذارین و دیگه این آموزش خودم داده بودیم و دستتون در نکنه. واسه 55 تا سابسکرایب الان فکر کنم یه 7-8 تا اضافه کردیم، واقعا ازتون ممنونم و تا ویدیوهای بعدی خدا حافظ.